از سر راه ما برو کنار شاه دوست. دو برادر 14 و 8 ساله آلمانی پدر و مادرشان را از دست داده‌اند. آنها از دست خاله و شوهر خاله‌شان که می‌خواهند این دو را از هم جدا کنند به شهر ونیز ایتالیا می‌گریزند. خاله استر کاراگاهی استخدام می‌کند تا بچه‌ها را پیدا کند. پسرها عضو باندی شدند که کار اصلیشان دزدی است. از کورنلیا فرانکه، نویسنده بزرگ آلمانی و برنده 2 جایزه بمبئی و روزریتا، تا امروز 5 کتاب در نشر افق منتشر شده است. کتاب سیاه قلب او از مهمترین رمان‌های ادبیات نوجوان است که در نمایشگاه لایپزیگ 2009 به عنوان محبوب‌ترین کتاب منتخب نوجوان